ما اسم رودکی را قبلا شنیدیم، یک شاعر فارسی زبان معروف که به عنوان پدر شعر فارسی و ادبیات فارسی شناخته می شد. اما نکته جالب اینجاست که در زمان حیات رودکی یک زن هم زندگی می کرد که او هم شاعر بود و به عنوان مادر شعر فارسی و ادبیات شناخته می شد. گویا با رودکی هم در ارتباط بود و رودکی او را خوب میشناخت، اما او کسی بود که ما کمتر ازش شنیدیم. زن با نام رابعه بلخی که به عنوان مادر شعر فارسی شناخته می شد. داستان زندگیش داستان بسیار عجیب و پرفراز و نشیب است. اگر دوست دارین راجع به رابعه بلخی معلومات حاصل کنین، پس این ویدیو را تا انتها تماشا کنین و قبل از تماشای این ویدیو لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. دوستان سلام، من فهیم زیایی و این سومین ویدیو از فصل اول چنل یوتیوب ما است. ما در اینجا به موضوعات میپردازیم که یا تا به حال روی اون موضوعات صحبت نشده باشه یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشه. در این ویدیو قصد داریم تا راجع به زندگی رابعه بلخی صحبت کنیم. زن از بلخ که مادر شعر و ادبیات فارسی است. رابعه بلخی در قرن 4 هجری در شهر به نام کهنشهر در شمال افغانستان به دنیا آمد که بعدها به او شهر بلخ گفته شد. رابعه بلخی فرزند مرد به نام کعب قزداری است و طبق اسناد اولین زن شاعر در زبان فارسی بوده است. پدرش یک شخص شناخته شده و مشهور بود. کعب قزداری فرماندار قندهار بود. تاریخ دقیق از تولد و مرگ رابعه بلخی در دسترس نیست و او چیزی که ما می‌دانیم در دوره سامانیان زندگی می‌کرد و هم عصر با رودکی شاعر بزرگ زبان فارسی بود. اما عطار نیشاپوری هم در کتاب الهی نامه راجع به رابعه بلخی چنین نوشته است: رابعه دختر امیر بلخ بود و امیران عاشق این دختر شده بودند. رابعه یک برادر هم به اسم حارس داشت. رابعه بلخی به دستور پدرش به مکتب می رفت تا سواد یاد بگیرد و این در حال بود که در آن زمان زیاد مرسوم نبود که دخترهای جوان را برای آموختن سواد به مکتب بفرستند، اما پدرش علاقه زیاد به رابعه داشت و حتی این قضیه روی حارس هم تأثیر زیاد داشت. رابعه بلخی علاوه بر استعداد در زبان و ادبیات فارسی در نقاشی هم زبردست بود و علاقه زیاد بر نقاشی داشت. همزمان با پایان تحصیلاتش در مکتب تبدیل به نقاش زبردست هم شد. سالها میگذره و پدر رابعه بلخی کعب قزداری از دنیا میره و زمامدار حکومت بلخ به دست برادرش حارس میرسه. حارس یک غلام داشت که نامش بکتاش بود. بکتاش خزاندار حارس و امانتدار او بود. حارس به مناسبت رسیدن به قدرت یک مهمانی ترتیب داد. یکی از این افراد که در جشن شرکت کرده بود خواهرش رابعه بلخی و شخص دیگر بکتاش غلام او بود. زمانی که رابعه بلخی بکتاش را میبینه عاشق او میشه و تصمیم میگیره یک نامه عاشقانه برای بکتاش بنویسه و چون که نقاش زبردست هم بود روی جلد نامه هم یک نقاشی میکنه که تصویر خودش بود. نامه را توسط یکی از بانوان قصر به دست بکتاش میرسونه. خب این قضیه در اون زمان یعنی قرن 4 بسیار مسئله بزرگ بود و حل کردنش بسیار کار مشکل. اینکه یک زن عاشق یک مرد شوه و این عشق را بخواه ابراز کنه. زمانی که بکتاش جلد نامه را میبینه یک زن زیباروی پیش چشمش ظاهر میشه و او هم عاشق صاحب نامه میشه. نامه نگاری بین بکتاش و رابعه بلخی ادامه پیدا میکنه و رابعه اشعار عاشقانه بسیار زیاد را برای بکتاش مینویسه و ارسال میکنه. اما سوال اینجاست که رودکی چطور با رابعه بلخی آشنا شد؟ رودکی که در زمان سامانیان فرد شناخته شده بود روز از بلخ عبور میکنه و در بلخ با رابعه بلخی آشنا میشه و حتی گفته میشه که با هم میشینن و مشاعره میکنن و به همین شکل است که رودکی با رابعه بلخی آشنا میشه. روز هم رودکی به دربار سامانیان میره و یک قطعه از شعر رابعه بلخی را به دربار سامانیان میخونه که مورد توجه حاکمان و بزرگان قرار میگیره.
اما آن مجلس چندان خوشاینده نبود و کم کم داشت به یک مجلس شوم تبدیل می شد. یکی از افرادی که در آن مجلس حضور داشت حارث بود. حارث بعد از شنیدن داستان عاشقانه رابعه بلخی و غلامش بکتاش با عصبانیت از مجلس خارج شده و خودش را به خانه می رساند. اشعار و نوشته های رابعه بلخی را پیدا کرده و به آتش می کشد. به همین دلیل است که ما اطلاعات زیاد از این شاعر نداریم. سپاس فراوان از تمامی شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما بودین. اگر از این سبک ویدیو خوش دارین و میخواین